یک روز یک نفر آمد مرا بگه والا شما بعضی اوقات گپ میزنین متعصب هستین. گفتم خب تشکر. متعصب هستین؟ خب تشکر. چی متعصب هستین؟ این صاحب شما همیشه دموکراسی خوب نیست، دموکراسی خوب نیست. خب دموکراسی خوب چی کرده؟ تو دامنت نقل پر کرده دموکراسی؟ نه حالا چی میشه که مثلا دخترها جوان رفتن در هتل و باز مثلا اونجا در هتل یک ساعت از وام تیر شده، یک خاندان که چطور است؟ این دیگه صاحب است 4 تا دخترای جوان داره عالیه رو به نام دموکراسی در هتل روان میکنه. خب صاحب دیگر روز آمد این صاحب دخترها را خوب فیشن کرده و در هتل روان کرده و آرایش کرده. البته بچهای جوان دیگه هم که دیده که این صاحب دموکراسی است، خود دموکراسی هم وام سر ازی عاشق شده و بالاخره دیگه صاحب دختر ازی گریخته و یک ماه گم است. یک ماه بعد صاحب باز دختر ازی را آوردن و محکمه و باز قاضی صاحب بر ازی خط روان کرد که ببرین در طب عدلی و بالاخره گزارش طب عدلی که دختر ازی حمل داره و مشکلات داره. حالا آمده پیش ما گریان میکنه که والا استاد از برای زندگیم تباه شد. مفتم کلا گیر قرآن شرمانده بود تو دموکراسی شرماند. تو دموکراسی زدگیستی. گفتم خیر چیه بس وای پاشقی که هم گلیدی هم جنگونه. وقتی که دموکراسی در دموکراسی خود دختر گریختن است، بچه گریختن است، دوزی است، اختطاف است، وطن فروختن است. دی کاراک هست. دی خواهی گپا هست که تو چطور میخوایی باز میگی نه ولی نباشه. البته شرمنده و خور بود. گفتم این حکم قرآن است که و من اعرض عن ذکری، کسی که به عوض تطبیق نظام قرآن نظام دموکراسی رو جایگزین ازی میسازه فان له معیشة ضنکا. الله جل جلاله میگه ما برای زندگی سخت نصاب میکنیم. دگر جنرالش سعی کنی صاحب که کت سگ این صاحب سرشانای جنرال صاحب سگ از تلاشیش میکنن. این کلی خدا کنار خم گرفتن. فان له معیشة ضنکا، زندگی سخت و ذلیل و بی عزت الله جل جلاله برای نصیب میکنه.